کارمندان همکنون سابق شعبه کارهای داخلی شیمکن خود را قربانی وضعیت می‌دانند. بعد رانده شدن از مقام آنها در حال نوار خصوصی را نشر کرده ادعا دارند نورای سرکیبای که از سوی شناسش وحشیانه به قتل رسید از جانب کسی ربوده نشده بود. آن روز جوان دختر گویا اختیاراً به ماشین قاتلش سوار شده است. من کارمند پلیس هستم. 8 سال عمرم را به خدمت بخشیدم. شب روز کار میکردم. از رتبه سرژانت سر کرده به رتبه بلندتر رسیدم. ما در رفت واقعه های ینور هم کار کردیم، اما از سبب ناراضگی مردم مرا از کار آزاد کردند و همچون پرتو دور انداختند. نزدیکان دختری کشته شده در برای حادثه رخ داده فرضیه دیگر دارند. به گفته آنها نورای با گمانبر بازداشت شده 6 ماه قبل شناس شده بود. دیرتر جوان با او پیشنهاد ازدواج کرد اما جواب رد گرفت. ماه اکتبر سال 2025 او دختر را ربوده است اما نزدیکانش توانستند او را به خانه برگردانند. تعقیب و تهدیدها ادامه داشت. نورای حتی از پلیس کمک خواست اما کارمندان پلیس نادیده گرفتند. اگر مقامات حفظ حقوق عمل میکردند از این پیشگیری کردن ممکن بود. تنها سال گذشته قزاقستان 2 قانون نوی را قبول کرد که نسبت تعقیب و ازدواج مجبوری جزای جنایی را پیش بینی میکند. در این قضیه هر دوی این حالت جای داشت و اگر آنها از اول دست به کار میشدند نورای حالا زنده می بود. در انجمن ملی پرزیدنت توقایف با ذکر نام نورای 21 ساله اظهار داشت که در رابطه با پرونده پرسر و صدای کشتار به او بیش از 100 شکایت وارد شده است. معین کرده شد که گمانبر شدن نورای را تعقیب و تهدید کرده است. در نهایت این همه با مرگ او انجام یافت. در رابطه با این حادثه به وزیر کارهای داخلی سفارش داده شده است که به عملکرد ریاست شهر شیمکنت بهای حقوقی دهد. وزارت کارهای داخلی قزاقستان در یک روز تمام رهبریت شعبه پلیس شهر شیمکنت را برای تأمین ناکافی رعایت قانون عیبدار نمود. رهبران و چند نفر افسرانی که در این قضیه اشتراک داشتند خود همان روز از کار آزاد کرده شدند، اما ظاهراً افسران سابق پلیس با این تصمیم راضی نیستند. قتل نورای سرکیبای تمام کشور را تکان داد. در حال پس از بازداشت گمانبر و اعلان تفتیش در شبکه‌های اجتماعی فلش ماب آغاز شد. کسی نیست که به حمایت زنان برخیزد. هر کجای نرویم، هر قدر زنان صدا بلند نکنند، در شبکه‌های اجتماعی ظاهر نشوند، آنها را تجاوز میکنند، لط و کوب میکنند، میکشند. زیرا پلیس ما همین گونه است و قانونهای ما همین طور کار میکنند. شخص گمانبر در قتل نورای سرکیبای بازداشت و به حبس پیشکی گرفته شد. به او تا 25 سال زندان تهدید میکند.